دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. به افشان قطره اشک که من هستم خریدارش. به افشان قطره اشک که من هستم خریدارش. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ای ما را. اگر گم کرده ای جانا کلید خانه ای ما را. بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همه شما را برادران عزیز و گرامی به این روز سعید، به این روز بندگی خدا، به این بهترین از روزهای هفته تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خواهان او هستم که خداوند آن قدم‌هایی که شما به سوی مسجد گذاشته که مراد شما اطاعت خداست، اطاعت رسول است، مراد شما رضای الله است، رضای رسول است و مراد شما خواندن نماز جمعه است، مراد شما گوش کردن قصه های از قرآن کریم است. خداوند قدم های شما را ظاهر مگرداند. خداوند در هر قدم های شما سهو شما را، لغزش شما را، خطاهای شما را خداوند کوه بگرداند. و از خدای مهربان خواهان او هستیم که خداوند برای شما چنان توفیق نصیب گرداند که در این راه درست، در این راه حق شما ثابت قدم باشید. و خدای مهربان خواهان او هستم که محبت خودش را، محبت رسولش را، محبت قرآن و شریعت و محبت علما و محبت دوستانش در دل همه ما و شما خداوند همیشه زنده نگه دارد. و از خدای مهربان خواهان او هستم که آن ثواب و پاداشی که در این نماز جمعه هست در نامه اعمال ما و شما کتابت بفرماید. و خواهان او هستم که خدای مهربان روز قیامت نامه اعمال ما را به دست راست ما نصیب بگرداند و بعد آنی که نامه اعمال را به دست ما تسلیم فرمایی ما را
را بشارتی به جنت بده. خدایا برای ما چنان بدنهای چنان عقل و فهمیش نصیب بگردان که فقط و فقط برای رضایی تو کار کنیم، برای رضایی تو حیات خودمان گذرانیم. بنده هایی که از راه های دور آمدند، از راه های نزدیک آمدند، خدایا باز صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. آنچه در دل دارند خدایا ذاتی تو داناست، مراد و مطلوب هاشون اگر نیک باشد خدایا حاصل بگردان. خدایا خلاص ما مراد مان این، مقصود مان این، هر خیری که رسول اکرم از تو پرسیده بود همون خیر برای ما بندگان نصیب بگردان. از هر بدی هایی که حبیب خدا به سوی تو پناه طلب کرده بود ما نیز بندگان از همون بدی ها به سوی تو پناه طلب بکنیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. برادران عزیز و گرامی، جمعه گذشته من اعلام کرده بودم که به خواهش شما که یکی از موضوعهای خیلی مهم و موضوعهایی که برای شما پسند می آید، برای شما روشنی دنیا و آخرتتان می شود، نماز شب است، نماز تهجد. که خواهش شما همین بود که اطراف این چیز گوش کنید، یعنی فضیلت های نماز تهجد، یعنی نماز شب چه فضیلت دارد، چه خاصیت دارد. تا شما بعد شنیدن این نماز را بر خانه های خودتان جاری گردانید. این عبادت را برای زنهای خود، برای پدر و مادر خود، برای فرزندان خود تعلیم دهید تا که خاندان شما گفت حبیب خدا مانند به قبرستان شود، تا که خاندانهای شما نماز آلوده شود، تا که خاندانهای شما پر از ذکر خدا شود. ما هم برادران عزیز و گرامی انتخاب این موضوع را هم که اگرچه خواهش شما هم بود، خواهش خود من هم هست، به خاطر میان بستیم، به خاطر آمادگی دیدم که خداوند آنچه که میگویم اولا برای من زبان گشاده نگه دارد و برای من خداوند مهلت جدا کند و از خداوند خواهان او هستم که آنچه که از نام الله میگویم، از نام رسول میگویم، خدا باید در دلهای شما، در مغز جگرهای شما خداوند جایگیرش بگرداند و شما را از جمله بندگان گرداند که در ساعت 3 و 4 شب پی طهارت باشید و جان نمازات حتی خالق یکتا را عبادت کنید. اگر چندی که این عبادت شب شما هم برابر به نعمتهای پروردگار نمی شود، اگر چندی که ما از ساعت 3 امنی بعد خفتن اگر تا روز هم که قیام شب کنیم، برادرای عزیز و گرامی و یک نعمت پروردگار دادگی برابر شدن نمی تواند. به هر حال هم که باشد امید داریم
با هر حال که باشد ناامید از درگاه پروردگار نیستیم. اگرچه عبادت ها ما کم هم که باشد خدای مهربان داریم، خدای غفور داریم. در پیشاک جنت هم تصدر نویسانده شده است امت مذنبه و رب غفور. حبیب خدا گفتند در پیشاک جنت دیدم امت محمد امت گناهگار ولیکن پروردگار غفور دارد، خداوند میبخشد. با این امید که پروردگار ما را از قسم شب که خیزیم و با جای نمازها و با درون وجود منفور از ترس پروردگار رو به سوی خدا کنیم. شاید که مهربانی پروردگار شامل حال ما شود و ما را خداوند روز قیامت حجت داخل شدن جنت را در دست ما دهد و گوید که روید همان جنتی که من در دنیا برای شما وعده کرده بودم، روید از ناز و نوش و آنچه که در داخل او شما استفاده کنید. و این خاطر از پروردگار مهربان خواهان او هستم که خداوند این برآمد مرا، این موعظه مرا، این چی بیان میکنم خداوند سبب هدایت شما گرداند و سبب عمل کردن شما در این عمر کوتاه شما گرداند. خدا از خواب هرگاه کرد بیدار، خدا از خواب هرگاه کرد بیدار، زیجا برخیز رو بر بندگی آر. اگرچه بستری خوابت قوتگرم، به ذکر دوست هر شب دل بکن نرم. اگرچه میفره بر خواب شیرین، اگرچه میفره بر خواب شیرین، بکن یاد بهشت و باغ رنگین. مده دل را به شوق آغوش زن، مده دل را به شوق آغوش زن که حوران انتظار تو به گلشن. دل شب راز دل عاشقان است، دل شب راز دل عاشقان است که سرپوش لباس عاشقان است. حضرت چیزی با بیان میکنند. حضرت خود از لذت نماز شب که استفاده بود، حضرت که از این نماز شب فیض یافت، درجات یافت. از نماز شب که امروز حضرت مولوی میگویند از دنبالش رحمت الله علیه ما و شما میخوانیم این رحمت الله علیه که دریافت کرد، قلم گرفت و بالای ورق چیزی را کتابت کرد تا که امروز ما انسانهایی بی‌پروا، ما انسانهایی که از نعمت خدا میخوریم لیکن تمام شب به خواب غفلت میگذرانیم. پروردگار مهربان بالای سر ما و شما، محافظ ما و شما و ما بر روز خوابیم. حضرت شاید این مجبور ساخت و بالای کاغذ چیزی را سیاه کرد یا چیزی را نوشت تا که شاید در وجود شما تأثیر بخشد و شما را از جمله کسانی گرداند که نماز شب داشته باشید. برادران عزیز و گرامی، پیش از آن که من گذارم به اون آیتی که خواندم، گذارم به این مصرع‌های خیلی از خون دل ایجادیات حضرت مولوی، برای شما گویم که نماز تهجد
این نماز جوانمردی است، نماز جوانمرداست. نماز تهجد اصلا خود تهجد اگر تعریف ما و شما اگر خواهیم دریافت کنیم، نماز شب، نمازی که از پاس شب گذاشته می شود باید نماز تهجد بگویم. نمازی که از فرضها جداست، این با نمازهای 5 وقته ما و شما هیچ رابطه‌ای ندارد. این 5 وقت نمازی که ما می‌خوانیم این وظیفه است، این حکم است که ما و شما ادا میکنیم. ولیکن این نماز تهجد نماز نافله است، نماز تطوع، نماز نفل. اگرچه نماز نفل هم باشد، نماز زیادتی هم باشد، ولی ثواب اونم گوش کنیم برادر عزیز بگیرم. و این نماز شد من انشاءالله از پروردگارم امید دارم که اگر خدای مهربان همون صنعت و مهارتی رسانیدن اگر برای من نصیب کند، شاید در دل شما محبوبیت نماز تهجد آنچنان بیشتر جای گیرد، شاید نمازهای فرض تا این اندازه شما محبوبیت پیدا کنید. اگر چنده که در قدر و در محبوبیت باید نماز 5 وقته از نماز تهجد بالا باشد. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم و افضل الصلاة بعد الصلاة الفریضه صلاة اللیل. حبیب خدا میگوید افضلترین ماه از روی روزه‌داری بعد رمضان روزه ماه محرم است. ماه رمضان اول می‌ایستد، فضل او، فیض او، درجات او، پاداش او خیلی بلند است که هیچ روزه با روزه رمضان برابر شدن نمی‌تواند. حتی ببینید حبیب خدا میگوید کسی اگر یک روز ماه رمضان میخورد، اگر چند 61 روز کفارت دهد، اگر چنده که تا آخر حیاتش برای یک روز رمضان روزه قضایی گیرد، ثواب این یک روز دریافت نمی‌کند. تا قیامت اگر خدا برای تو عمر دهد و تو روزه داری، ثواب آن روزی که خداوند در رمضان معین کرده بود تو باید دیگر دریافت نمی‌کنی. اگرچه از گردن ثابت هم شود، لیکن ثواب تو دریافت کرده نمی‌کنی. همچنان بعد این ماه مبارک خبر دادن ماه محرم در ماه رمضان بعد رمضان افضلترین ماه از روی روزه‌داری است. ماه محرم که حبیب خدا در همین ماه محرم روزه می‌گرفتند. به خاطر چه بود؟ به خاطر ظفر یافتن حضرت موسی بالای فرعون، بالای فرعون که نجات یافت، فرعون که خداوند هلاک کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چیکار کردند؟ این روز دهم ماه رمضان محرم روزه گرفتند. و بعد برای همه ما و شما هم گفتند که این روز برای شما روز مبارک است و از این قوم حضرت موسی که روزه می دارند من به حضرت موسی نزدیکتر هستم. من البته روزه این دهم می گیرم و اگر سال آینده هم حیات باشم نهم ماه محرم روزه می گیرم، و خلاف یهودی ها که فقط یک روزی دهم می گیرند. بعد از آن بیان کردن حضرت که افضلترین نماز بعد نماز فرض، یعنی 5 وقت
نمازی که ما و شما بامداد میخوانیم، پیشین میخوانیم، عصر مانه میخوانیم، نمازی شام میخوانیم و خفتن میخوانیم همراه ویتر. این 5 وقت نمازی که به گردن ما و شما خداوند فرض گردانید که این قدر فضیلت و درجات این هم مثل ماه رمضان بلند است، بعد از این حضرت اعلام کردن که محبوب ترین نماز به سوی پروردگار نماز تهجد است، نماز شب محبوب ترین نماز. یعنی از محبوب ترین نماز وقتی که من میگویم احب الصلاه محبوب ترین نماز به سوی پروردگار نماز تهجد است، مراد از محبوب ترین این رضایی خدا در این نماز است و دلالت و بسیاری ثواب در اون نماز میکند. آیتی که من برای شما خواندم از سوره مبارکه اسراء بود و من اللیل فتهجد به نافلة لک. پروردگار و پیامبر رو سفارش داد که تو پاس از شب را به نماز بگذران که این نافله مخصوص توست. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پروردگار گفت که ما برای تو روز قیامت مقام محمود نصیب کردیم. مقام محمود این مقام بلند، مقامی که شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از برای امتاش است. پس جمهور مفسران به این رفتن که نماز تهجد برای پیامبر خدا فرض بودن، برای امتانش حکم نافله را دارد، این نماز زیارتی. این خاطر اگر چنده که در گردن ما نماز نافله هم باشد، ولیکن برادر عزیز خیلی و خیلی ثواب او آنقدر بلند هست که خدا خواهد بندگان با ایمان او، بندگان خدا ترس او از دنبال این نماز هیچ وقت کنده نمیشود. حضرت مولوی جنون چی گفتن؟ خدا از خواب هرگاه کرد و بیدار، زجا بلکه رو در بندگی آن. یکی مبادای دادر عزیز حضرت خوب فراموش نکنیم که نماز شب برای تزکیه نفس به نهایت نقش می‌بازد، برای پاکیزه کردن نفس ما و شما و این چنین برای پاکیزگی باطنی ما، داخل ما بسیار نقش می‌بازد و این چنین برای جلا روشن کردن روح مؤمن نماز شب به نهایت نقش می‌بازد، بسیار نقش می‌بازد. یکی تزکیه نفس، یکی طاهر کردن باطن، یکی جلای روح مؤمن. نماز تهجد، نماز شب بسیار نقش کلامی می‌بازد. یکی اگر مبادای حضرت گفتن خدا شب تو را یکی بیدار کرد، دادر عزیز ساعت 2 شب بود، 3 شب بود که یکی تو بیدار شدی، خدا بیدارت کرد. حضرت مولوی گفتن وقتی که خدا بیدارت کرد، این خیلی معنای کلام دارد. پروردگار سبب دارد بیدار کردنش، حکمت دارد بیدار کردن پروردگار. خدا از خواب هرگاه کرد و بیدار، زیجا برخی رو در بندگی آن. و مراد تو را بیدار کرد که بنده من اگر چنده که من احتیاجی در عبادت تو ندارم، اگر چنده که تو سرکشم باشی جزا قضیتم، اگر تو با عبادتم باشی
استقبال خوب میگیرم، ولیکن این بیدار کردن من معنای اوست که تو خیلی از جاگه خواب تو پروردگار در این نصف شب عبادت کن. برادر عزیز، خداوند عبادت کن، از خداوند زارا و تولا کن، از خداوند هر چی میخواهی اون ساعت از پروردگار طلب کن. خدا را مهربانیش بیدار کردن است. چگونه امروز بعض ما و شما بچه اکامون دختر اکامون به عبادت شدند ولی میبینیم که خوابن خودمان آنقدر مهربان میگیریم که اونا را بیدار نمیکنیم که بچه اکامون بیدار میشود و دختر اکامون ناراحت میشود، ولی ناراحتی خدا و نارضایی پروردگار و ما و شما توجه نداریم. گویا که خودمان با رحم میگیریم که اگر چند این خیلی نشانه بیرحمی ماست، نشانه بی اهمیتی ماست، تا خودمان دست خودمان قبلی فرزندانمان گرفته در عذاب خدا فتاقه ایستادیم. این مهربانی نیست. خداوند وقتی که بیدار میکند بنده را، این مهربانی خداست که خیلی در عبادت من خواهیم شد. حضرت گفتن اگرچه بستری خوابت بود گرم، به ذکر دوست هر شب دل بکن نرم. بله بستری خواب خیلی جای گرم است. وقتی در داخل بسترها که می‌درایم جاگه‌هامان که گرم باشد، مراد از گرمی این گرمی تابستان و خنک نیست، مراد از خواب شیرین است که خیلی انسان نمی‌فیره بعد جاگه‌های خوابمان که به پوش دادیم دیگر خوشی خیستن ما نمی‌دهد، دیگر خیستن برای ما خیلی مشکل می‌شود. شیطان ما و شما را وسواس می‌کند نخیز خواب کن، حاضر نیم ساعت پس میخیزی، یک ساعت پس میخیزی، خواب کردن بگیر، خواب کردن بگیر. هم تمام با ترغیب و تشویق شیطان ساعت مانه دراز کردن بگیره، یک زمان بیدار بشویم که صبح دمی دستیم و همون ساعتی با فیضی که خدا مرا بیدار کرده بود از همون ما و شما چی شده؟ محروم بوده. حضرت اگر چنده که بستری خواب گرمم که باشد از جا خیز. این عبادت برای تو گرمتر است، این عبادت برای تو افضلتر است، نه اینجا در خواب. اگرچه میفیده بدخواب شیرین، بکن یادی بهشت و باغ رنگین. حضرت نصیحت خوبی کردن، آنی گفتن، ساده گفتن، چگونه الان من برای شما ساده بیان دارم، آنی ساده بیان دارم، یک نصیحتی پدرانه کردم. اگر چند که مصرهای این حضرت از قیاس خودش نیست، از فکر خودش نیست، همه اینها در هر یک حرف این آیت قرآن آویزان است، احادیث های رسول اکرم آویزان است. اگر چنده که حضرت گفتن خواب شیرین مبادای بچه فریب بودار، مبادای خواب شیرین بسیار تو را غلبه کرد و هیچ از داخل جایگه خواب خیستن توانی یک بار بچه بهشت بیاد بیار بکن نیازی بهشت و باغ رنگین. همون زمان در دیگر چیزی را یاد نیاد، فقط بهشت باغهای رنگینی جنت بیاد بیاد. شاید که همون یادی جنت یادی باغهای جنت تو را از جاگه خواب بیدار، تو را از جاگه خواب راست کند و از توی طهارت خانه برد. حضرت مولوی جنو در دیگر ایجادیات های مصرهای پیشینش میگفت وصف فردوس زی تفسیر کلامش بشنو. ای بندای خدا، شما اگر قائل که وصف جنت من آن بهشتی و باغهای رنگینه که حضرت میگوید شاید شما را از جاگه خوابتان بردارد، میگوید قائل که اگر با جنت شما شناسایی پیدا کنید وصف فردوس زی تفسیر کلامش بشنو.
گلشن او تو به این ریگ و بیابان مفروش. حضرت میگن این با این ریگ و بیابان این دنیا آن گلشن زیبای جنت نفروش. مثلا این فرصتات غنیمت شما اگرچه میرفیره بدخواب شیرین بکن یاد بهشت و پاک رنگین. مدر دل را قشوتی آغوشی زن که حوران انتظار تو به گلشن. حضرت گفتن اگر چند که دادر یکی آغوشی زنم آغوشی خوب است آغوشی نیک است اگر چند در پهلوی تو این بهترین نعمت که زن است خوابیده است ولیکن گفت تو میتوانی که آغوش اینا پهلوی اینا با حورهای جنت عوض کنی. تو میتوانی که اگر از پهلوی این زن خیزی و جایگه او را یک دمک ترک سازی و رفته عبادت کنی هم دنیا از این نعمت زن هم در آخرت و از حورهای جنتی خداوند مهربان تر بای میگرداند نصیب است میکنند. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترست عليه وما يزال عبدي. رسول اکرم صلی الله حدیث قدسی میگوید هر وقتایی که اگر کدام از بندگان من برابر عزیز من عادانی ولیم هر کسی خدا میگوید ولی من اولیاهای من اگر مورد آزار قرار دادم مورد اذیت قرار دادم خداوند میگوید من به این گونه شخصان آزار دهنده این شخصانی که دل ولیهای مرا دل اولیاهای مرا آزار میدهد من به آنها اعلان جنگ میکنم. من عادای ولیم آذنته بالحرب. برادر عزیز در برابر محاربه خداوند در برابر اعلان جنگ پروردگار کی طاقت دارد کی قوت دارد؟ این تهدید است این وعید است که داده عزیز در کجایی که یک ولی خدا را میبینه یک اولیای خدا را میبینه شما در آنها خادم باشید خدمتگار باشید شما دعاهای نیکی ایشان نگیرید شما به ایشان همنشین باشید شما از پهلوی ایشان دور نباشید. شاید که شما را سوال کنید ولی کیست؟ اولیا کیست؟ شاید که از شما سوال شود کی باشد اونها که خداوند و کسی به اونها دشمن است کسی اونها را آزار میدهد کسی اونها را گویم که تحقیر میکند مذمت میکند من به آنها اعلان جنگ کردم. اونها کی باشند که خداوند به خاطر اونها دشمناشان نابود میکند؟ کی باشد؟ میآید به سوره یونس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا میگه آگاه باشید خبر باشید اولیاهای من هیچ خوفی ندارند برای ولیهای من برای اولیاهای من خوفی نیست ترس نیست. یعنی در خانه کعبه و در روز قیامت برای اونها هیچ هراسی نیست هیچ مشکلاتی نیست. ولا هم یحزنون. اولیاهای من کسانی هستند که آنچه از دنیا از اونها باقی ماند برای از پشت باقی ماندن دنیا غمی ندارند پروایی ندارند. این عکس دنیا دارد که آدمایی که دنیای زیاد دارند در وقت مردن حتی که محبت ما از ذهنشان دور نیست اونا غمگینند از این دنیا رفتن به خاطر دنیایی که از اونها در این دنیا باقی مانده است.
اولیاهای من تو خداوند آنچه از دنیا از اونها مان، چی زن مان، چی فرزند مان، چی خانه مان، غمگین نیستن. اونا شادن که بنازی پروردگارشان میکنن. اولیاهای خدا بیان دارد الذین آمنوا و كانوا یتقون. پروردگار و اولیاها کیست؟ اولیاء آن کسی که ایمان بیارن و آن چیزی که ایمان آوردن ضرور است. ایمان به یگانگی خدا، ایمان به رسالت پیامبر، ایمان به قرآن، ایمان به روز قیامت، ایمان به زنده شدن بعد از مردن. و كانوا یتقون. ولیهای من کسانی هستند که از پروردگار هر لحظه میترسند، همه وقت در وجودشان ترس خداست. برادر عزیز و گرامی، خداوند برای اولیاء چی گفت؟ لهم البشرى فی الحیاة الدنیا و فی الآخرة لا تبدیل لکلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. خدا گفت برای این اولیاء، برای ولیهای من لهم البشرى، بشارت است، بشارت دنیا و بشارت آخرت. لا تبدیل لکلمات الله. خدا گفت من وعده خود من نه تبدیل میدهم نه تغییر میدهم. بشارت چیست؟ بشارت چیست؟ بشارت می‌آید از دیگر سوره قرآن جواب شنیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظیم. خدا میگه بشارت، بعضی ها میگن که بشارت مفسران هر چی گفتن خدا خیرشان دهد، هر کل دخترای نظر دارن. بعضی ها میگن خواب خوب ببینن، اینم بشارت است. بعضی ها میگن که دیگرها باید خواب خوب ببینن. بعضی ها گفتن نه، بشارت آمدن فرشتگان است که در حالت نزد جای ما خداوند برای کسانی که ایمان آوردن، برای کسانی که از خدا ترسیدن، برای کسانی که نماز شب داشتن بغیر این حد و خماسشان نزول ملائکه ها می شود. تتنزل علیهم الملائکه. ملائکه ها می فرایند وقتی که ما و شما تو جان و پروردگار که تسلیم میکنیم چی میگویم؟ نازل میشن میگویم ای روح پاکیزه، ای جان پاکیزه، بیرون شو از این جسد پاکیزه. این جسد پاکیزه، این روح پاکیزه ای که در دنیا پاک بود، طاهر بود، بیگش و بیگیر بود، از این جسد پاکیزه ای روح پاکیزه بیرون شو. بیا ای روح پاکیزه، تو را بجای میبریم. فرشته ها میگفتند بجای میبریم که جای نوش و جای خلت و جای راحت است. ای روح پاکیزه، تو را جای میبریم، نزد پروردگار میبریم، زمانی که پروردگار بالای تو خشمگین نیست. و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خدا گفت فرشته ها به او میگویند که ما تو را بشارت میدهیم به جنتی که برای تو در دنیا وعده میکنیم. در دوام حدیث خداوند چی گفته است؟ و ما تقرب الی عبدی بشیء احب مما الیه افترضته. خداوند گفته است بندگان من به سوی من میخواهم که نزدیک شوند، میخواهم که نزدیک شوند. بغیر این نماز فرض که با نماز فرض نه، بغیر نماز فرض من افترضته، از آن چیزی که من به آنها فرض نگردانیده بودم، مراد نماز نافله است، نماز زیادتی است که و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. ببینید خداوند میگه بندگان من با نمازهای نافله خود با من نزدیک میشوند به خاطر که من اونها را دوست دارم.
همون انسان هایی که شب نماز تهجد میخواهند به چی خاطر؟ به خاطر قریب شدن به پروردگار، به خاطر که خداوند اونها را دوست دارد. حتی احبه، خدا میگه من میدانم که اینها، این شبخیزی اینها، این خواب پراندن اینها، جامعه گرم ترک کردن اینها، از پهلوی زنها جدا شدن اینها به خاطر است که من اینها را دوست دارم. لیکن پروردگار در دوام این حدیث قدسی فاذا احببته، خداوند هر وقتایی که اگر من شما را دوست داشتم، یعنی وقتی که تو نمازهای شب که آغاز کردی و محبوب خدا که شدی، وقتی که خدا تو را که دوست داشت، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. پروردگار میگوید وقتی اگر من تو را دوست داشتم بندم، من گوشهای تو میشوم تا که تو میشنوی، من گوشهای تو میشنوم. پروردگار میگوید من چشمهای تو میشوم، یبصر به، تا با او تو نگاه کنی، و یده التي یمتش بها، یبطش بها، دستای تو میشوم تا که تو با او چی بیربی داری، پایهای تو میشوم تا که با او قدم زنی. چشمای تو میشم، گوشهای تو میشم، دستای تو میشم، پاهای تو میشم. خدا میگم و این سألنی اعطیته و این استعاذنی لأعیذنه. روایت بخاری. وقتی من سر دوست داشتم خدا میگم همتا دست بردار، از من خواهش کن، هر چی خواهش بکنی. وقتی تو اگر محبوب من باشی اعطیته، قسم به عزتم که هیچ دعای تو کش نمیرود، همشه قبول میکنم، دعا تا میبرم. وقتی اگر من سر دوست دارم و هر وقتایی که اگر تو محبوب من باشی، تو در نزد درگاه من شرف و قدر داشته باشی، تو با این نمازهای نافله به من که خواهشی نزدیک شدن داری، اگر هر چی پناه طلب کنی من از همه چیز تو را محافظت کنم. برادر عزیز، خداوند میگوید این درجات شما کمیابه وقتی که شما رو به نمازهای نافله بیارید، رو به نماز تهجد بیارید. ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه در فتح الباری که شرح صحیح بخاری میگوید مراد از خدا گفتگی که گوشی تو میشم، چشمی تو میشم، دستی تو میشم، پای تو میشم. مراد چیست؟ حضرت جواب گفتن که خداوند به این اعضاهای تو شما توفیق میدهد که شنیدن سخن بیهوده اصلا دیگر طاقت نداری، چشمای تو دیدن حرام دیگر طاقت ندارد، دستای تو هیچ وقت دیگر به چیز حرام نزدیک نمیشود، این پاهای تو دیگر گپی تو را نمیگیرن. وقتی که تو اگر راهی بد رفتنی باشی دیگر به سخن تو کار نمیکنن. یعنی خداوند بر این اعضاها آنچنان توفیق میدهد که خود در روز قیامت در منبرهای نورانی برای او در ذهن تو، در روی تو خداوند شما نور را می‌دهد که این شعاع آفتاب در خجالت میماند. وقتی که اگر چی باشی تو پایبند نماز اگر گویم که تهجد باشی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک خادم داشتن به نام ربیعه ابن کعب اسلمی میگویند. این حدیث مسلم است برادر عزیز و گرامی. خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، خدمتگار بود، خوش به حالش خدمتگاری رسول اکرم میکردند. و من اهل صوفه، این ربیعه باز از اهل صوفه بودند. اهل صوفه در یک کنجی مسجد پیامبر خدا چند نفرهای جمع شدن و گویم فقط کارشون عبادت بود، ذکر بود. هر هدیه‌ای که با پیامبر خدا می آمد از همون چکار میکردن، از همون اونها میخوردن، تناول میکردن. اونها نه زن داشتن، نه فرزند داشتن، نه پروای زن و
فرزند داشتند. خوراکشان، عبادتشان فقط و فقط یاد خدا بود. و ابو هریره هم عبدالرحمن بن صخر هم از جمله اهل صوفه بود و هم در همون جا نشسته بود. میگوید باره سخت گرسنه بوده، سخت گرسنه بوده، اونا بسیاری وقت گرسنه بودن ولی او شکم‌ها سیر و ایمان‌ها ضعیف. اونا شکم‌های گرسنه و ایمان‌های قوی داشتند. گرسنه بوده بنابراین ظرف میگن در یک چینی شیر آمد. حبیب خدا میگوید مرا فریاد زد، عبدالرحمن از دیوان بیاد آمدم. میگوید گفتن چی مینوشی؟ البته ابو هریره و اهل صوفه همه اونها میگوید تا چند روز بود که ما در هر چیزی را کردن بوده، بسیار منتظر بوده. بعدا میگوید حبیب خدا خودشان نوشیدن و گفتن همین بوده در همون اهل صوفه، همون شیخ‌ها و همون گویم متقیایی که هستن، همونها را چکار کنیم؟ تقسیم کنیم. میگوید بسیار در دل خواستم که همین ظرف و پررگی میداد، خودم تناول میکردم که سخت گرسنه بودم، ولی اشاره کرد که برد بعد در دستی این برادر عزیز گفت این ظرفته. معجزه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود، معجزه بود. اگر که دهان مبارک زده بودن، ابو هریره میگوید آمدم در دست اول شخصی که دادم، فقط در دلم تمنا داشتم که چیزی از او باقی ماند که تا که من نوش شد. ولی گفت تمام اهل صوفه که قریب تا 40 نفر میرسید همشان نوشیدن، ظرف شیر ذره کم نشد، هم تباقی صدقی بسیاری خوردن. حبیب خدا اشاره میکرد بسیاری خوره، بسیاری خوره، بسیاری میکرد خوردن، منم خوردم باقی وان حتی. یعنی این اهل صوفه بودن، همون کسانی که دائم بر ذکر خدا مشغول بودن. بعد شیخای ما باریده بودن، شیخای ما هم خدا همونشان را دراز کنه و بعضیاش نماز را میخوانه و بعضیاش نماز را میآید و نمازهای 5 وقته را هم ترک میکنه و تا و دیگر بعضی چیزهایی دارن که واسه قابل قبول هم نیست. ربیعه هم از جمله اون اهل صوفه بود، خادم رسول اکرم، خدمتگار رسول اکرم بود. كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته. ربیعه میگوید که خوش به حال میگوید از جمله کسانی بودم که هر شب با پیغمبر یک جای خواب بودم، دائم در خانه پیامبر بودم، خدمتگار بودم، با همراه پیامبر خدا خواب میکردم و خدمت من همین بود. فآتیه بوضوئه و حاجته، آب طهارتش میدادم و هر چیزی که میگم همه حاجتشان میبرآوردم. اچھا میگم هیزم بیار هیزم میآوردم، میگم آب بیار آب میآوردم، خانه را جارو در خانه را جارو میزدم. خلاص پایبند خدمتی این آفتاب تابان بودم. فقال سلمی و چند سال خدمت کردم و یک روز حبیب خدا را بسیار خوشحال دیدم و گفته ربیعه از من سوال کن چی دعا در حق تو کنم؟ چی؟ عجیب مراسای عجیب روبرو شدنه که حبیب خدا پرسد یا ربیعه چی میخواهی که من در حق دعا کنم؟ خواهشو چی استدی؟ بپرس از من. اسألك مرافقتك. حضرت ربیعه چه بنده‌های خوشحال بودند. آیا در ما و شما مردم خوجه خیلی گفتن شب و روز میکروانش که بیاویمش که یک دعا کنه که 4 مسائل شیخون همه دعا کنه که یک زندگی خوب در روبرو شیخون هزارها چیزی که مردم هم داشته و یک انگوشت بعضی هاشا همین تقاوجیده و قبیلت که شاید همین خوجه خیلی باشه گفته مردم ما بیشاره خواهش دیگر چیز است. این ربیعه که لباس نداشت، خانه نداشت، زن نداشت، تنگه نداشت، حبیب خدا پرسید چی بخواهی؟ شاید حبیب خدا خواهیش این بود که چیز از دنیا گویا و دعاش کنم که یک کمی از مال دنیا را صاحب شد.
لیکن خوش به حال ربیعه که چی خواهشی زیبایی کرد خدای مهربان این خواهش در دل همه ما و شما همیشه خدا نگه دارد این خواهش همه ما باشد ربیعه گفتن حضرت گفتن پرسون گفتن پرس چی میخواهی دعا میکن در حق دعای پیغمبر مثل تیری در نشانه اسألک مرافقتک خواهشم همینه که حبیب خدا در جنت همراه تو باشه این که خواهش دارم خواهشم همین که در جنت همراه تو باشه حضرت دیگر نگاه کردن گفتن اما غیر ذالک ربیعه گفتن غیر این چی میخواهی غیر این که تو خواهشت این است که در جنت همراه تو باشم همراه من باشه چی میخواهی؟ چی محبتی داشتن؟ چی محبت هایی داشتن؟ محبتی روی دل نبود محبتی روی زبانی نبود شخص نزد حبیب خدا آمد چی دوستداری های برادر یقین دوستداری پیامبر خدا تا از اون که دل نباشد ما به خدا قسم ما لذت ایمان چشیدن رو میکنیم ما از نماز ما لذت بردن رو میکنیم ما از نماز تحجد ما لذت بردن رو میکنیم تا اگر ما از اون چیز رسول الله را دوست نداریم برادر عزیز و گرامی عایشه مادر ما میگه نزد پیامبر بودم که یک کس دویده پر از آب و حمد عرقاش ریختگی و گفت حبیب خدا به خدا از خودم در دوستت ندارم حبیب خدا گوش حبیب خدا از فرزندانم دوستت ندارم حبیب خدا مصافی های نرد من بودی که بله نرد تو بودم لیکن خانه رفتم یک دم ایستادم هیچ طاقت جدایی از تو را ندارم آمدم که همراه تو باشم همینطور که میبینم دیدم تسکین میگیرد آرام میگیرد حبیب خدا گفتم ای حبیب خدا من یک چیز بود در خانه بودم که بیادم آمد اپنی دنیا بگم من همراه تو هر داره که خواهم میبینم لیکن پیغام مرد مرا از تو جدا میکنم پیغام مرد به سراغ من میاد یا مرد به سراغ تو میآید تو و من از یکدیگر جدا میکنم من از خدا ندارم و این ایمانی که دارم و این محبتی به تو دارم مرا خدا جنت میبرد تو را جنت میبرد لیکن مقام تو دیگر است تو را مقام محمود است مرا مقام دیگر است من چیکار کنم که در جنت همراه تو باشم چیکار کنم این زمان حبیب خدا میگه جواب نگفته بودن که جبرائیل آیت را آوردن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خدا مهربان و من یطیع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا خداوند این آیت پایان کرد که روی پیامبر خدا را گوید که کسی خدا را دوست ندارد رسول او را دوست ندارد روز قیامت همراه پیامبرها همراه صدیقها همراه شهدا همراه آدمای صالح خداوند محبوبان خدا و رسول روز قیامت همراه الله و همراه رسول نگاه می‌دارد این مرد دیگر از جا شاداب شدن گفتن فکر میکنم که دیگر خرسندی حتی خرسندی داخل جنت هم برای من دویم درجه از این خرسندی که الان من بشارت همراه تو را در جنت گرفتم ربیعه هم دوستان که بودن یگانه چیز پرسیدن اسألک مرافقتک میخواهم که در جنت همراه تو باشم ای حبیب خدا که مزاد فقال اولای رضایی یگان چیز بنا میخواهی بود با چی خواهش داری قلت هو الذات حبیب خدا بغیر این دیگر چیزی نمیخوام فقط همین خواهش من است که روز قیامت همراه تو جنت باشم قال حضرت بچی گفتن فاعنی علی نفسک بکثرت السجود گفتن ربیعه گفتن پس برای وارد شدن جنت و پس برای در پهلوی من بودن تو فقط من یک یادم در دنیا گفتن چیکار کنم حبیب خدا فاعنی علی نفسک بکثرت السجود سجده زیاد تو در دنیا بسیارتر عبادت کن مثلا برای یک نماز 5 وقت فرض
یا این 12 سنتی که میخوانیم یا دیگر نمازهایی که داریم، باز نمازها تا زیاد کن، باز سجده‌ها تا زیاد کن. مثل نماز تهجد شما میخوانید، نمازهای تهجد سجدهاتون را طولانی کنید. پیغمبر خدا گفتن خدا را ایستاده بسیار دوست می‌دارد. شما اونجا تنهایید، جای بی‌ریا است، سوره های دراز خوانید، میتونید 2 رکعت خوانید، میتونید 4 رکعت خوانید، میتونید 6 تا خوانید، میتونید 8 تا خوانید. در حدیث مسلم آمده است که عایشه مادر میگوید بعد شب که پیغمبر خدا نماز تهجد خواندن نمی‌توانید، در روز 12 تا قضا می‌خواند. این شما میتونید که حتی تا 12 رکعت دوتا یعنی صلات نماز شب پیغمبر دوتا گفتن، هم که خوانید درست است، 4 تا هم خوانید درست است. مثلا شما خوانید پایبند عبادت شوید، سجده‌های دراز کنید، زیرا خداوند میگوید که اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. تأثیر و دعا جایی که قریب‌ترین بین ما و بین بنده است وقتی سجده است. خدا میگه اما حضرت به من بسیار نزدیکی ببین و هو ساجد تأثیر و دعا. اونجا دعا کن، اونجا از خدا خواهش طلب کن، پروردگار با تو قریب است، خدا مراد تو را حاصل میکنه. خداوند عاقبت ما را بخیر کنه، ایمان ما را با سلامت نگه داره. خدای مهربان ما را بنده های حقیقی خودش گرداند، بنده های صادق گرداند، ما را از جمله اولیاء الله هاش گرداند، ما را بنده های بغیرت و جسورش گرداند و ما را خدای مهربان چنان توفیق ده که از همین شب پایبند نماز تهجد باشیم. خدای همین توفیق و همین هدایت برای ما نصیب گردان که ساعتی 3 شب یا 4 شب آخر شب خیزیم و طهارت کنیم و 2 رکعت نماز نافله گفتن نیت کنیم و هر سوره را که خوانده می شود از پسش خداوند را خوانیم. انشاءالله شما پیشوای خدا را دعاتون قبول، شرفتون بلند، نور روحتون زیاد، نفسهاتون پاکیزه، داخلهاتون طاهر، خدا بنده های مهربان، خدا بنده های بی‌ضرر انشاءالله در بین بنده های خدا بشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب اینجا السلام علیکم بابای حاجی بابا، ما مهمانان از مراتبه در حق ما دعا کنید الله فرمان صالح دهد و مشکلی هایی که داریم از سر ما دور کند. التماس خدا این برادرای ما که از مراتبه آمدن خدا فرزندان سالم و صالح نصیبشان کند و همه مشکلات هایی که دارن خدا با فضل و کرم خودش آسان گرداند و نابود کند و همه خوشی ها و سبکی ها را خدا بالاشان بیارد. در حق مرحوم بابای استاد جلیل و همسرش خداوند رحمت و مغفرتشان بگرداند. برادر حاجی محمد علی در مسجد کمک کردند، برادر ما حاجی محمد علی که پیوسته این مسجد کمک میکند، خدا عمر دوچه و فرزنداش دراز و پدر و مادرشان خدا ایمان کامل و دولت پیری نصیب کند. از جنازه بابای عبدالکریم از دهه طاق کفه بابای عبدالکریم هم خداوند روحش شاد و قبرش نور بگردانه و خدا همه وسوسه های قبر خدا از قبرش دور بگردانه. خب برادران نیاوان پنجکین و دیگران از رسیه دعا خواستند خدای مهربان کاراشان خوشایش و برار نصیب و روزی بگردانه. برادر ما بازارعی هم دعا خواستند خدا همه مشکلاتاش آسان گردانه و این خیری که در مسجد کردن که پهلوی دست راست من قالینهاش از حساب این برادر ما بازارعی است، خداوند برای کشک از کشک‌های جنت در جنت نصیب و روزی گردانه و پدرش خدا خاتمه بخیر نصیب کنه. در حق همسرم و افهم که از بیماری از دنیا گذشتن دعا کنید خدا رحمت و مغفرت در این همسر شما و افر شما را و برای من خداوند من و فرزندانم صبر جمیلی هست. خدا شما را صبر جمیل نصیب کند و تحملی در این مصیبت
در حق بابای حاجی شاهین و دیگر استاد و خدمتگاران مسیح. بابای حاجی شاهین اگر شب و روز که دعا کنید در حق شما اینقدر خدمت‌های خیلی زیادی در همین مسجد میکنند و تمام برادرایی که در اینجا تعلیم ما ایستاده و کمک میکنند، خدا همگانشان عمر دراز و تن صحت بدهد. خب در حق کسانی که صندوق خیریه را صدقه کردند، خدا برادرایی که در صندوق خیریه هم که باعث دستگیری ما میشود و برای آبادی مسیح سخت میشود، خدا دولتان زیاده کنه و عمرهاتان خدای مهربان با برکات گردانه و خداوند همیشه شما را صحت و سربلند نگه دارد. اینجا سوال و محبوب من جواب شد گفتم در باره صورتهای بالای دیسکا گفته بوده خاطر رسان کنید در زنید. گفتم که همون صورتهایی که در بالای دیسکا حضرت یوسف گفته و شما اخلاف هستین گناهکار میشین و حضرت یوسف نیست. او یک بنده خدا هست و یک آدم خطاکار است، یک آدم گناهکار است. شما اینقدر خودتان پای ندهید. هر یک آدم در نقش یک کس که بازی کرد او وی نمیشود. حضرت یوسف پیامبر خدا بود. این حسنی که این بنده خدا دارد، این شاید که نیم فایز حسن یوسف نباشد. حضرت رسول اکرم گفت در چهارم آسمان یوسف برادر من زیارت کردم، چنان زیبایی در او دیدم که در دیگر بنده‌های خدا دیده نمیشد. در چهارم آسمان شب معراج دیدم. لیکن برای این عظیم حضرت جابر میگوید قسم به نام خدا حسن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنقدر زیاد بود که حسن یوسف ذره الحسن رسول اکرم نداشت. برای این حسن حضرت یوسف حسن بود، او زیبایی بود. شما بلند کرده و پرترک کرده و خانهاتون در بوده کشا کرده این در حق نداره. از آن جمله من گفتم که همون دیسکایی که در پشتاشون صورتهای ما هم که باشن نمازاتون در کراهیت و صورتهای شکیل خود چکوش کنید. صورتهاش ممکن نیست برادری عزیز. خانه‌های ما و شما در صورت و سطح حبیب خداوند کرده هست. خب اعلان دیگر همین است. ما روز 12 خدا خواهد روز یکشنبه میشود. این یکشنبه نه، یکشنبه آینده. همینجا خدا خواهد اگر یکان بلا و قضا ما نشود، ما قولیمات را جمع میکنم از ساعت 9 خدا خواهد برادرها از خواهی های دوشنبه را دعوت کردم، دنبه های دوشنبه دعوت کردم. خب میتوانید شما اگر روز 12 هر جا که باشید شرکت ورزید. دنبه ها خدا خواهد صحبت میکنن، خواهی های خوب انشاءالله میایم تلاوت میکنن. ما و شما انشاءالله اونسی بهره میبریم. یک کلمه برداری که برای که این مولود به خراجات نمیشود. یکی اگه اون کس کمک کننده باشه، یاردم کردن باشه، مهمان‌های زیاد میآیند، همتون این چیزا دیگر میفهمید، میدونید خراجات ها و دیگر مسئله‌ای که اینجا دیده میشود. کدامی که اراده و خواهش یاردم داشته باشیم، مرحمت برای همین معرکه یاردم کنیم، شما هم در همون ثوابش شریک میشید. خدا هم شما را با تا جمعه آینده